توی 2 دقیقه میخوام 2 تا باور اشتباه توی بدنسازی رو بهت بگم که اگه این باورها رو داشته باشی داری سلامتی، زمان و هزینت رو هدر میدی توی این ورزش. با من همراه باش. هر چقدر بیشتر پروتئین بخوری بیشتر عضله سازی داری. این یک باور اشتباه توی بدنسازیه. بدنسازها برای اینکه عضله سازی داشته باشن نیازمند مقدار خاصی از پروتئین هست. به طور معمول افرادی که دارن زندگی میکنن به ازای هر کیلوگرم از وزنشون نیازمند 8 گرم پروتئین هستن. حالا افرادی که دارن ورزش میکنن و دارن عضله سازی میکنن به تناسب ورزشی که دارن انجام میدن نیازمند 1.2 تا 2 گرم پروتئین به ازای هر کیلوگرم از وزنشون هستن و مصرف بیش از اندازه پروتئین و مقداری که بیشتر از این مقادیری باشه که گفتم ممکنه توی بدن ما ذخیره بشه به صورت چربی یا ممکنه دفع بشه از طریق کلیه ها که اگر این مقادیر زیاد باشن به کلیه فشار میاد و میتونه باعث بیماری های کلیوی بشه. دومین باور اشتباه چیه؟ هر چقدر وزن سنگین تر بزنی رشد عضله بیشتر میشه و هر چقدر سبکتر بزنی باعث میشه عضلاتت کات بشن و چربی موجود توی عضلاتت از بین بره. این یک باور اشتباهه. همه ما میدونیم چربی سوزی توی بدن چطور اتفاق میفته. اگر نمیدونی یک ویدیو کامل ساختم و برات توضیح دادم. هیچ وقت با تعداد تکرارهای بالا چربی سوزی اتفاق نمیفته. چربی سوزی در کنار ورزش کردن نیازمند یک رژیم غذایی درسته که باعث بشه چربی های بدن ما از بین بره. حالا برای تکرارهایی که توی تمرین ها داریم بگم. حرکاتی که تنها یک تکرار دارن توی برنامه تمرینی ما باعث هایپرتروفی میشن و افزایش اندازه عضلات رو برای ما دارن. حرکاتی که بین 2 تا 6 تکرار دارن باعث افزایش قدرت عضلات ما میشن چون سلول های عصبی توی این تکرارها میان مقدار بیشتری ماهیچه رو استفاده میکنن برای وزن زدن و بعد از اونها میرسیم به حرکاتی که تکرارهاشون از 7 تا 12 است. این تکرار بیشترین استرس متابولیک برای عضلات رو داره و این استرس متابولیک باعث افزایش رشد عضلانی میشه و تکرارهای بیش از 12 تا میتونن باعث ایجاد استرس متابولیک بشن اما به اون میزان 8 تا 12 تا نیست. پس بهترین مقدار برای ایجاد استرس متابولیک توی رشد عضلات بین 8 تا 12 تکرار هست. از تمام تکرارها باید توی برنامه‌مون باشه و یک برنامه خوب برنامه‌ایه که تمام حرکات و تمام تکرارها توی اون برنامه باشه. یعنی از حرکاتی که تکرار کمی دارن و حرکاتی که تکرار زیادی دارن باید ترکیب بشن توی برنامه‌تون و از اونها درست استفاده کنید برای رشد عضلانیتون. و اگر اطلاعات کافی در مورد هایپرتروفی یا استرس متابولیک رو ندارید منتظر ویدیوهای بعدین باشید تا توی اون ویدیو به طور کامل توضیح بدم چطور این 2 تا عامل باعث رشد عضلانی شما میشن. ممنونم از وقتی که برای دیدن این ویدیو گذاشتید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. یا علی مدد.